پکن چون مثل شنجین گرم و بهاری نیست. هوای شنجین مثل جنوب ایران تقریبا، البته تابستونش زیاد مثل اونجا گرم نمیشه. بگین گلا رو اینجا دارن و این هم حیاتیه که پاییز رسیده و اکثر برگا ریختن. خیلی زیباست. گربه هم اینجا دارم اکثرا این درخت میگه گلای خیلی بزرگ میدن تو بهار. و اگه نگاه ها بتونم بکنم بیرون، این هم برگاییست که زرد شدن و دریاچه کوچیک هم اینجا دارم. اونا معمولا به 4 طبقه میشن، هر طبقهشون مجاز همه چی دارن، ولی 1 نفر 2 نفر زندگی توی خونم، 1 نفر زندگی میکنه با کارگراش. و همین که میبینیم صبحانه رو من یه ذره چیز کردم اومدم و برای خیلی قشنگی دارم. وارد خونه که میشی یک چیز رو حس میکنم خیلی قشنگی داریم. بکنم با کار اصلاحه میکنم یا من از اشتباه میکنم شدم. این هم فضای خونه است. چرا میکنم نه سقف‌های چوبی دارم. خونه هاشون با انواع اقسام گلا تزیین شده. خیلی گل دوست دارم و رنگ‌های خیلی مختلف دارن، یعنی انواع اقسام رنگ‌ها رو می‌بینی شما تو خونه. این طبقه اول، طبقه پایینش سینمای خیلی بزرگی، شاید برم اونجا فیلم هم ببینم. و این دارن صبحانه ها، من صبحانه خیلی خوبی می‌خورم و همینجور که می‌بینیم فعلا اینا رو چیزه. و اونجا این دوتا خانم هم دارن کار می‌کنن، کارگر